خوب هموطنان عزیز، خوش آمدید باز به کانال ماشین های فروشی. خوب دوستای عزیز، در نوار امروز ما باز یک چند نمودهای ماشین ها رو برای شما پیشکش می‌نماییم با نرخ های به نهایت ارزان. اگر به شما چنین ماشین ها لازم باشد حتما در کامنتاری مراجعه نمایید. شخصانی که بار اول در کانال ما مهمان هستند حتما لایک و پادپیسیون را فراموش نسازید. همه مهنت های ما بهر شما میباشد دوستای عزیز. برادرایی که ماشین، خانه، یگان لوازمات دیگر دارد میخواهند رکلام کنند، در واتساپ ما میتوانید مراجعت کنید دوستان عزیز. نوار امروز را ما شروع میکنیم برادران. خوب دوستای عزیز، ماشین یک اوپل بچکا میباشد، سال براری 6996. موتور بیامش باشد 1.6، سوزشواریش بنزین گاز میباشد برادرو. коробка передача бошад механика. ماشین قرار دارد در حالت خوبی تکنیکی عین حال جایگیر میباشد در شهر دوشنبه. نرخش 33000 سومونی با روبل امروز گردانیم 193000 روبل روسی میباشد برادرای عزیز. در صاحب ماشین قید کردگی موتورش نو زدگیم یک ساله حجت داره. خریداری کنکریت نزنگ میزنم با یگان چی معامله میکنه افتگی. خوب دوستای عزیز، ماشین نوبتی ما باز تویوتا کرولا میباشد، سال براریش 18005. موتور بیامش باشد 1.8، سوزشواریش بنزین پلوس گاز میباشد برادرو. коробка передача باشد автоматика. ماشین قرار دارد در حالت خوبی تکنیکی عین حال در شهر باختر جایگیر میباشد. نرخش 48000 سومونی با روبل امروز گردانیم 281000 روبل روسی میباشد برادرای عزیز. در صاحب ماشین قید کردگی حجتاش تا مارت 2023 ده بالونش نو، ده تاچ 50%، 4 تا الکتروپاکت، رول لیفت، گاز یورو 4 زاگی میگه برادرو. خیلی زنگ بزنیم با معلومات بیشتر رو از خود صاحب ماشین دستگیر کنیم برادرو. ماشین نوبتی اوپل وکترا میباشد، سال براریش 6996. موتور بیامش باشد 1.6، سوزشواریش بنزین پلوس گاز میباشد برادرو. коробка передача باشد مکانیکا. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد عین حال در شهر دوشنبه جایگیر میباشد. نرخش 26000 سومونی با روبل امروز گردانیم 150000 روبل روسی میباشد. صاحب ماشین در قید کردگی دوستای عزیز ماشینچه سالانش تازه از ساله حجت دارم، موتورش زویره. خریداری انیق زنگ بزنم با معامله میکنیم افتگی. دوستای عزیز از شما احترامانه خواهش میکنیم کسانی که مهمان هستند در کانال ما لایک و پادپیسیون را فراموش نکنید. خوب دوستای عزیز، باز ماشین نوبتی ما اوپل زفیرا میباشد، سال براریش 18000. موتور بیامش باشد 1.8، سوزشواریش بنزین پلوس گاز میباشد برادرو. ماشین قرار دارد در حالت خوبی تکنیکی عین حال جایگیر میباشد در کانی بادام. نرخ ماشین 48000 سومونی با روبل امروز گردانیم 281000 روبل روسی میباشد دوستای ما. در اینجا صاحب ماشین قید کردگی 4 تا الکتروپاکت، مولتی رول، کاندیشنر یخ کار میکنه، گاز یورو 4 زاگی میفته. سوم در کار است، راش نمیفروشیم. زنگ بزنید خیلی برادر جان با قطعی صاحب ماشین یگان چی معامله کنید. ماشین نوبتی اوپل استراجی میباشد، سال براریش 6998. موتور بیامش باشد 1.6، سوزشواریش بنزین پلوس گاز میباشد برادرو. коробка передача باشد مکانیکا. ماشین قرار دارد در حالت خوبی تکنیکی عین حال در شهر دوشنبه جایگیر میباشد. نرخش 40000 سومونی با روبل امروز گردانیم 234000 روبل روسی میباشد. دوستای عزیز صاحب ماشین یگان معلومات بیشتر دیگه برای ما دادگی نیست. نمرای صاحب ماشین در اکران هر یکی ما شما میباشد. زنگ بزنید معلومات پورا رو از خود صاحب ماشین پیدا کنید. خوب دوستای عزیز، اخیران ماشین ما دایوتیکا میباشد، سال براریش 6996. موتور بیامش باشد 0.8، سوزشواریش بنزین پلوس گاز میباشد برادرو. коробка передачаش مکانیکا. ماشین قرار دارد در حالت خوبی تکنیکی عین حال جایگیر میباشد در تورسونزاده. نرخش 18000 سومونی با روبل امروز گردانیم 105000 روبل روسی میباشد. دوستای عزیز صاحب ماشین در قید کردگی ماشین نخدو زوادید میشود، زدگی پوسیدگی نداره، اکومولاتورش پاچ که افتگی
харидор конкретна занг бизанам гуфта ки барои интерес занг назанед бародаро. боқимонда хоноободу сарбаланд бошед то навори оянда.